تنش لفظی میان مقام‌های آمریکا و ایران بار دیگر تشدید شده و نگرانی‌ها در مورد احتمال از سرگیری جنگ در خاور میانه را به بالاترین سطح رسانده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از تماس تلفنی با همتای روسی خود در نشستی اعلام کرد که محاصره دریایی بندرهای ایران موفقیت آمیز بوده و بار دیگر از تهران خواست تا تسلیم شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان تماس تلفنی با دونالد ترامپ هشدار داد که عملیات زمینی احتمالی آمریکا در ایران کاملا غیر قابل قبول و خطرناک خواهد بود. ترامپ همچنین در این نشست گفته که 80% ظرفیت موشکی ایران نابود شده و اقتصاد آن در حال فروپاشی است. 80% ظرفیت موشکی ایران نابود شد و 159 کشتی ایرانی غرق شده و در قعر دریا جای گرفتند. اقتصاد ایران در حال فروپاشی و پول آن بی‌ارزش است و اینکه تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و همین حالا باید تسلیم شود. در مقابل محمد باقر قالباف رئیس مجلس ایران این کارزار فشار اقتصادی را به تمسخر گرفته و گفته است که چنین اقدامات تنها باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می شود. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده که در صورت ادامه محاصره دریایی دست به اقدامهای بی‌سابقه خواهد زد. در 3 روز گذشته هیچ چای نفت منفجر نشده است. می توانیم این مدت را به 30 روز افزایش دهیم و به صورت زنده تصاویر چاه‌ها را اینجا پخش کنیم. این نوع توصیه‌های مزخرف است که دولت آمریکا از افراد مانند بسنت دریافت می کند که همچنین ایده محاصره را هم تبلیغ می کند و قیمت نفت را به بیش از $120 رسانده. ایستگاه بعدی قیمت نفت $140. مسئله فقط ایده های غلط نیست بلکه طرز فکر و ذهنیت غلط است. رئیس مجلس ایران همچنین اعلام کرد که دشمن تاکنون 6 بار در برابر ایران شکست خورده و از مردم خواست که با انسجام خود به تهدیدهای آمریکا مقابله کنند. ما با وحدت کامل بین مسئولان نظامی و سیاسی کارها را پیش میبریم. امریکا وارد مرحله جدید شده است و میخواهد با محاصره دریایی و جاسوسی رسانه‌ای فشار اقتصادی و اختلاف افکنی در داخل کشور را فعال کند تا ما را از درون دچار ضعف یا حتی فروپاشی کند. تشدید جنگ لفظی میان تهران و واشنگتن و تهدیدهای متقابل فضای منطقه را به سمت بی‌ثباتی بیشتر سوق داده است. در عین حال پیامدهای این تنش‌ها به سرعت در بازار جهانی انرژی منعکس شده و فشار اقتصادی را فراتر از مرزهای منطقه گسترش داده است.